احمد آشورپور فرزند اول عبدالله و شهربانو در 18 بهمن ماه 1296 مصادف با سالهای آشوب ایران در بخش قاضیان انزلی به دنیا آمد. به وقت تولد آشورپور جمعیت شهر انزلی به 10,000 نفر نمی رسید. شغل اکثر ساکنان نوار ساحلی در بهار و تابستان کشاورزی و در پاییز و زمستان صید ماهی بود. سال 1304 دیگر وقت سواد آموختن احمد بود. ایران آن روز رسما شاه نداشت و احمد شاه ساکن فرنگ بود. احمد چون شناسنامه نداشت به جای مدرسه 3 کلاسه ثانوی ناگزیر در 7 سالگی به ملاخانه رفت. آنجا جز قرآن کتابی برای آموختن نبود و همه درس‌ها شفاهی بود. احمد اما همین که کمی الفبا یاد گرفت شروع به خواندن کتاب کرد. تنها کتابی که در خانه پدری بود غزلیات شمس تبریزی بود که با تمام سختیش برای یک کودک همراه و هم نفس همیشگیش شد. میان محله قاضیان در نزدیکی خانه آشورپورها مسجدی بود 2 طبقه که آخوندی اهل طالقان به شیوه آهنگین تدریس می‌کرد. احمد در آنجا مولانا را بلند بلند می‌خواند با اینکه هنوز معانی آن را نمی‌دانست. در 10 سالگی احمد از آخرین ضبط ترانه و تصنیف ایرانی روی صفحات گرامافون در تفلیس 14 سال می‌گذشت که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و شرایط بد اقتصادی کشور تحت سلطه حاکمیت قاجار هیچ کمپانی حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه ضبط و نشر موسیقی ایرانی نشد. اما با چرخش قدرت از قاجار به پهلوی سرمایه‌گذاران خارجی به ایران آمدند و کار ضبط و تکثیر موسیقی ایرانی را با بهره‌مندی از تکنولوژی روز شروع کردند. مردم موسیقی‌ها را از طریق گرامافون در هتل‌ها و رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها می‌شنیدند. احمد آشورپور هم موسیقی ایرانی را اولین بار در زادگاهش همینگونه شنید. در قهوه‌خانه‌ای در قاضیان و صدای قمرالملوک وزیری و روحانگیز. بعد از گرفتن سجل و قبولی در آزمون مدرسه ثانوی وارد این مدرسه شد. احمد همان سال شاگرد اول کلاس دوم ثانوی شد. تا کلاس سوم آنجا ماند و چون کلاس 4 و 5 در مدرسه روسی برگزار میشد به آنجا رفت و هر 2 سال شاگرد دوم شد. بعد از آن به مدرسه فردوسی رفت. تحصیل در مدرسه فردوسی با همه کاستی‌های آموزشی یک مزیت عمده برای آشورپور داشت. فضایی بود به نسبت جامعه دور از سنت که هوایی تازه‌تر در آن جریان داشت و حرف جهان نو بیشتر شنیده میشد. از گروه‌های نمایشی دانش آموزی تا گروه‌های آماتور کوچک موسیقی. با تسلطی که بر ادبیات فارسی داشت و فهم درستش از مسئله موسیقی، آرام آرام فهمید که استعداد ترانه‌سرایی دارد. با پیچیدن نام خواننده جوان در مدرسه، او عضو ثابت گروه تئاتر و انجمن موسیقی دبیرستان فردوسی شد. در عموم مناسبت‌ها و جشن‌های ملی به عنوان خواننده دعوت می‌شد و عمده اجراهایی هم که داشت بازخوانی آهنگ‌ها و اپراهای آذری بود و هم مجموعه ترانه‌های روسی که رویشان شعر فارسی می‌گذاشت. تا آن روز اما هنوز موسیقی فولکلور گیلان در کارهایش جلوه نداشت. زمان بر همین منوال گذشت و احمد آشورپور کم کم با صدایش در شهر شناخته شد. او از مدرسه فردوسی فارغ التحصیل شد و برای اینکه بتواند به دانشگاه برود به رشت رفت تا از دبیرستان شاهپور دیپلم کامل بگیرد. حضور در مرکز استان امکان تنفس در هوایی تازه بود. آشنایی با اهالی ادب و موسیقی گیلک آشورپور را بیشتر به سمت موسیقی گیلان کشاند. از مهمترین ساخته‌های آشورپور در روزهای تحصیل در دبیرستان شاهپور ترانه فارسی بود بر روی آهنگ روسی به نام چشم‌های سیاه. اجرای همین ترانه باعث شهرتش شد. جهانگیر سرتیپور بعدها برایش شعر گیلکی ساخت و اسمش را گذاشت تیچوم سیایه که با صدای بانو فهیمه اکبر اجرا شد و تا سالها در کافه‌های رشت اجرا می‌شد. آشورپور در سال 1319 دیپلم کامل طبیعی را گرفت و آماده رفتن به دانشگاه شد. هزینه‌های سنگین دانشکده پزشکی امکان انتخاب رشته دلخواه را از او گرفت و او در سال 1319 دانشجوی دانشکده شبانه روزی کشاورزی کرج شد. سال اول دانشگاه جنگ جهانی همچنان ویران می‌کرد. در این دوران بود که رادیو افتتاح شد. آشورپور هنوز نوت نویسی نمیدانست، هرچه در ذهنش میساخت حفظ میکرد و برای نوازنده ها بارها و بارها میخواند تا آنها همان صدایی را از سازها در بیاورند که او دلش میخواست. ترانه مهتاب بندر پهلوی را که در دوران دبیرستان با خیال عاشقانه هایش با دختر روس زیبا در دبیرستان نوشته بود برای اجرا ساخته و پرداخته کرد. در سال اول دانشگاه احمد آشورپور عضو گروه تئاتر هم شد. اما او در مقام خواننده میان پرده نمایش‌ها هم تصنیف و ترانه اجرا می‌کرد.
عمده ترانه‌ها هم همانی بود که بر اساس ترانه روح‌انگیز ساخته بود، یا بازخوانی‌هایی از ترانه‌های روسی و ایتالیایی و یا مجموعی از فولکلورهای آذری. تا آن روز هرچه احمد می‌ساخت و می‌خواند رنگ و بوی عشق داشت. ابتدا آشورپور مواضع سیاسی مشخصی نداشت، اما در سال اول دانشگاه تحت تأثیر افکار ضد انگلیسی هوادار آلمان‌ها شد. تا سال 1320 که انگلیسی‌ها از جنوب و غرب و نیروهای شوروی از شمال و شرق به ایران بی‌طرف در جنگ هجوم آوردند و حزب توده تبلیغ زیادی در دانشگاه به راه انداختند. آشورپور آن روزها به حکم خلق خوب و صدای خوش و جلوه‌گری‌اش در عرصه ادب و هنر شهره دانشگاه بود. بعد از مدتی نگرش او تغییر کرد و به حزب توده ایران تمایل یافت، اما به عضویت آن در نیامد. از آن پس هر جمعه برای شرکت در جلسات حزبی از کرج به تهران می آمد. آشورپور اولین ترانه گیلکی‌اش را به طور رسمی همراه با آهنگی ترکی از اپرای کوروغلو در سال دوم دانشگاه روی صحنه همان دانشکده کشاورزی کرج اجرا کرد. ترانه حاج خانومه. اولین ترانه‌ای که من با اون کار فولکلور شروع کردم. تی رفتار و تی کردار مرا بکشتا، جن شیرین بکشتا، صدای تی پوتین نال مرا بکشتا، جن شیرین بکشتا. رویداد مهم دیگری که در سال 1320 برای آشورپور پیش آمد، فراهم آمدن شرایط آغاز فعالیت‌های هنری در رادیو بود. او در سال 1322 از دانشگاه فارغ التحصیل شد و بلافاصله برای عضویت در حزب توده تقاضا داد و به تهران کوچ کرد. در آن دوران به جز اجراهای گاه به گاهش در زادگاهش، تنها مکان عرصه ترانه‌های گیلکی همان کلوپ حزب توده بود. او به توصیه ابوالحسن صبا به رادیو رفت و شروع کرد به خواندن ترانه‌های گیلکی با نام آقای مهندس آشورپور. کسی باورش نمی‌شد که یک مهندس ترانه‌خوان باشد و چنین صدای مهربان و لطیفی داشته باشد. او که انتظارات خانواده‌اش را می‌دانست و خودش هم می‌خواست تا حرفش معطوف به تحصیلاتش باشد و البته پیجوی فعالیت‌های هنریش، به استخدام وزارت کشاورزی درآمد و ساکن تهران شد. در این دوران آشورپور با آسایش خاطر نسبی از گذران زندگی به شکلی جدی در کنار هنرمندانی چون محجوبی، منصوری، تهرانی و محسنی در رادیو فعالیت کرد و همزمان به ضبط آثار فولکلور می‌پرداخت. در سال 1323 نزد استاد آواز مادام لیلی باراک اتریشی بود و سابقه خوانندگی در اپرای وین را داشت تعلیم دید. آشورپور در سال 1324 به عضویت انجمن موسیقی ملی درآمد که در رشت نیز کنسرت برگزار کردند. همکاری احمد آشورپور با رادیو و انجمن موسیقی ملی تا سال 1325 ادامه داشت. شهرت و محبوبیت او در عرصه خوانندگی تا به آنجا بود که از سوی نهادها و سازمانهای دولتی و مردمی به صورت اختصاصی برای اجرای برنامه دعوت می‌شد. بعدها به دلیل اختلافات سیاسی با اعضای گروه رابطه‌اش با رادیو و انجمن ملی موسیقی را قطع کرد. او با عقد قرارداد با 2 نمایندگی کار ضبط آثار خود را آغاز کرد و سرانجام در سال 1326 10 صفحه گیلکی پر و به بازار موسیقی ایران عرضه شد. مجموع دستمزدی که از این قرارداد عاید آشورپور شد 4000 تومان به ازای هر صفحه 400 تومان بود که مبلغ قابل توجهی بود. در سال 1327 فضای سیاسی ایران به گونه‌ای بود که آشورپور تصمیم گرفت ترانه عصیان به خاطر همه و تو را عرضه کند. سوء قصد محمد رضا شاه پهلوی توسط ناصر فخرآرایی باعث شد تا حزب توده مورد اتهام قرار گیرد. بعد از این واقعه حزب توده غیرقانونی و منحل اعلام شد و بعد از این اعلان حزب به فعالیت‌های مخفی روی آورد و بخشی از رهبرانش به خارج از کشور مهاجرت کردند. از سال 1328 حضور آشورپور در بندر پهلوی بی دردسر نبود. هر بار که به دیدن خانواده می آمد، پاسبان او را احضار می کرد و تعهد می گرفت و این تا سالها ادامه داشت. آن روزها که آشورپور زندگی پنهانی داشت، با دختری به نام پروین ناصحی که دانشجو بود ازدواج کرد. پروین در سال 1329 با مدرک لیسانس مامایی از دانشکده پرستاری تهران فارغ التحصیل شد و به همراه آشورپور و برای خدمت به اهواز مهاجرت کردند. همزمان با به دنیا آمدن اولین فرزند آشورپور از اداره کشاورزی انتقالی گرفت که تا تابستان 1332 به طول انجامید. آنها 2 دختر به نامهای ندا و نگار داشتند. او از فعالیت‌های هنریش دست نکشید.
در جشن‌های ویژه کلوپ شرکت نفت می‌خواند. مسئول کمیته بخش حزبی اهواز شد و مدام به تهران و بندر پهلوی سر می‌زد. یک بار هم به همراه منوچهر ویسانلو و فهیمه اکبر اجرایی به نفع سازمان شیر و خورشید در بندر پهلوی اجرا کرد. آن وقتها هر 4 سال یک بار احزاب چپ جهان فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان را به منظور حفظ همبستگی در یکی از کشورها برگزار می‌کردند و قرار شد در سال 1332 در بخارست برگزار شود. از ایران 119 نفر به دعوت حزب پاسخ دادند و در تابستان 1332 از طریق تبریز به شوروی و از آنجا به سمت بخارست روانه شدند. این سفر با موافقت و مجوز دولت مصدق صورت گرفت. آشورپور هم جزء این هیئت بود و اجراهای پرمخاطبی نیز داشت. موقع بازگشت خبر رسید که دولت مصدق سقوط کرده و دولت نظامی سرلشکر زاهدی قدرت گرفته. این اخبار هیئت در مسیر بازگشت به وطن را به وحشت انداخت. به محض رسیدن آنها بگیر و ببندها شروع شد. آشورپور در جواب دریاداری که از او پرسیده بود رفتی آنجا برای سربازهای روسی آواز بخوانی گفت من در سربازخانه نخواندم، در رادیو مسکو خواندم. صدای من از رادیو دهلی و صدای آمریکا هم پخش می شود. برای هنرمند رادیو مسکو با رادیو لندن که فرقی ندارد. آشورپور سپس به تهران منتقل شد و بعد به جزیره خارک تبعید شد و در آنجا 2 آهنگ ساخت که مشهورترینشان 2 دخترم بود و غزلی از روی حافظ به نام غم مخور. او به 2 سال زندان محکوم شده بود. پس از آزادی به دلیل سابقه سیاسیش برای شغل به هر اداره‌ای که میرفت به در بسته میخورد. تحمل بیکاری آن هم با داشتن زن و فرزند شکنجه ویرانگر بود. فضای سیاسی ایران در ابتدای سال 1334 همچنان برای فعالیت جریان‌های چپ سنگین و بسته بود. آشورپور هم جدا از این قاعده نبود. او که در دادگاه نظامی محکوم به حبس تأدیبی بود، پس از پایان دوران محکومیت ممنوعیتی برای بازگشت به حرفه پیشین نداشت. مضافبران در امتداد فرمان رئیس حزب مبنی بر نگارش تنفرنامه نمایشی کمی پیشتر استعفانامه‌ای به نام او در روزنامه اطلاعات منتشر شد. با این همه حالا باز وزارت کشاورزی تحت شرایط سیاسی امنیتی حاکم از قبول او به خدمت خودداری می‌کرد. بعد از آن به واسطه معرفی سرهنگ حسن علوی‌کیا در شرکت تازه تأسیس راهداری جان مولم مشغول به کار شد. در سال 1336 تصمیم گرفت به صحنه بازگردد و دوباره بخواند. پس با ارکستری به رهبری محمد بیرنقیبی کار ترانه را از سر گرفت. محصول همکاری آنها 25 ترانه شد. بازخوانی 4 ترانه فولکلور گیلکی و اجرا و ضبط 21 تصنیف جدید. بیشتر ترانه‌های گیلکی جدید از ساخته‌های میرنقیبی بود و اکثر شعرها از آشورپور و بقیه از محمود پاینده، یکی هم از شهدی لنگرودی. فارسی‌ها را هم خود آشورپور ساخت و چندتایی را هم ضیاء مختاری. در سال 1338 برای همیشه رادیو را رها کرد و وقتی دید خواننده‌ای ترانه‌های او را با لهجه بد و غلط‌های زیاد در تلویزیون می‌خواند، به دعوت تلویزیون تازه تأسیس ایران هم جواب منفی داد. از آن پس دیگر بسیار کم در مجامع هنری ظاهر می‌شد و بیشتر در میان رفقای حزبیش می‌خواند و البته برای مردم زادگاهش بندر پهلوی که آن هم خالی از دردسر نبود. در سال 1338 با گروهی اسپانیایی آشنا شد و 10 ترانه در 4 صفحه برای کمپانی آهنگ ضبط کرد که مورد استقبال مردم قرار گرفت. در اواخر دهه 1330 با گشوده شدن فضا و البته به حاشیه رفتن خودخواسته احمد آشورپور از عرصه خوانندگی، کم کم خوانندگان دیگری پا به عرصه گذاشتند، چون شاهپور جفرودی، ناصر مسعودی، بانو شمس و فریدون پوررضا. هنرمندانی که علیرغم تفاوت در سبک موسیقی انگیزه‌شان صدای سحرکننده آشورپور بود و او که خود می‌دانست در هر فرصتی تشویقشان می‌کرد گیلکی بخوانند. او و همسرش در سال 1339 پسری دورگه را به فرزندی گرفتند و نامش را کارن گذاشتند. آشورپور همانقدر که از دنیای موسیقی فاصله می‌گرفت، به همان نسبت در کار اداری و عمرانی موفق‌تر می‌شد. او در سال 1342 رئیس اداره آبیاری فارس و بنادر شد. او بعدها در استانداری خراسان استخدام شد و در سال 1349 به دلیل خدمات مثبتش با حفظ مسئولیت به سمت مدیر کلی املاک آستان قدس منصوب شد. در همه این سالها فشار بر روی آشورپور بیشتر می‌شد تا از استفاده وی در مناصب دولتی جلوگیری شود.
پس از انقلاب و روی کار آمدن بازرگان، مدیریت کشت و صنعت مغان به آشورپور سپرده شد که 11 ماه به طول انجامید. در اوایل دهه 60 و بعد از 18 تیر ماه 1359 بازداشت اعضا و رهبران حزب آغاز شد. در سال 1362 منبعی آگاه به آشورپور اطلاع داد که اسم او نیز در لیست سیاه بازداشتی هاست. پس از آن آشورپور 64 ساله به استانبول رفت و پس از آن نزد پسرش کارن به فرانسه. آشورپور در فرانسه دوستی داشت به نام نظری قاضیانی که انزلیچی بود. آشورپور با همکاری او تجربه کنسرت‌هایی در آلمان، پاریس و انگلستان را از سر گذراند. بهار 1372 موعد بازگشت به ایران بود. چون گفته بودند که امکان بازگشت پناهندگان به ایران فراهم است. او به ایران رسید و مورد بازخواست قرار گرفت و البته از او رفع اتهام شد. او گاهی در جمع‌های خصوصی ترانه می‌خواند و یاد گذشته می‌کرد. در اسفند 1372 به دعوت محمد تقی پوراحمد جکتاجی اولین مصاحبه رسمیش با نشریات داخلی پس از بازگشت از فرانسه را با ماهنامه گیلوا انجام داد و در این گفتگو آرزو کرد که بتواند با ترانه‌های تازه بار دیگر در کشورش بر روی صحنه حاضر شود. اتفاقی که تا قریب به 1 دهه بعد محقق نشد. در این ایام که او ساکن پایتخت بود، بسیار به زادگاهش سفر می‌کرد. در نشست‌های فرهنگی و هنری رفقای رشتی مشارکت می‌کرد و با دوستدارانش در منطقه توالش همنشین بود. در همین دوره، یعنی سالهای پایانی دهه 70، آشنایی او با بابک ربوخه فصل جدیدی در عرصه فعالیت‌های هنری او گشود. در سال 1381 پیگیری‌ها نتیجه داد و مجوزها صادر شد و احمد آشورپور بعد از قریب به نیم قرن با همراه ارکستری به رهبری ربوخه برای اجرای کنسرت پا بر صحنه فرهنگسرای اندیشه تهران گذاشت. آنجا بود که دوستداران صدای بلبل گیلان برای اولین بار امید، مهتاب انزلی و سوگلی جانان را از او شنیدند. این اجرا اما هرگز برایش کافی نبود. آشورپور دلش می‌خواست برای مردم زادگاهش بخواند و بالاخره مجوز برای شهریور 1382 در رشت صادر شد و علیرغم سنگ‌اندازی‌ها و عدم مشارکت‌ها این کنسرت به خوبی برگزار شد و با همه تنش‌ها و بی‌همراهی‌ها اجرای رشت با استقبال پرشور مردم گیلان مواجه شد. اواخر سال 1382 کتاب زندگی و آثارش با نام آفتاب خیزان دریا طوفان مجوز گرفت و اردیبهشت 1383 توسط نشر چشمه منتشر شد. محبوبیت این کتاب آنقدر بود که کمی پس از انتشار کتاب نسخه های کپی آن به صورت زیرزمینی در رشت و تهران دست به دست می شد. آشورپور بعد از عمل قلب دیگر آن سرو بلند و سرزنده نبود. او 22 دی ماه 1386 بر اثر عفونت ریه در بیمارستان جمع تهران درگذشت و در ظهر 24 دی ماه تن شریفش را در گورستان بیبی حوریه قاضیان به خاک سپردند. با وجود شرایط بد ناشی از بارش شدید برف، جمعیت کثیری از مشتاقانش از سراسر گیلان برای بدرقه پیر موسیقی ایران گرد هم آمده بودند و با هم ترانه‌هایش را خواندند. دریا طوفان در وای باد و باران در وای گیلم دای خله می نازنین یا لیلی. 1 قرن از تولد احمد آشورپور می‌گذرد. دهه هاست که مردمان گیلان زمین همصدایی و همنفسی با میراث گرانسنگ او را به تجربه نشستند. مجموعه ترانه‌های متعهد، شریف، بدیع و پرتراوت که در عین پختگی و ظرافت در کلام و آهنگ شیرین، صمیمانه، دلخواه و روح نوازند. اسمی یادگاری بعد با من نهی ای ترا یاد لیلی منتی خاطر خواب لیلی. این ویدئو خلاصه‌ای بود از کتاب شورشی آوازخوان به قلم زیبای امین حقره. تلاش بر این بود تا با توجه به کمبود زمان به تمام زوایای زندگی احمد آشورپور پرداخته شود. توصیه بر این است که برای آگاهی از تمام جزئیات سرگذشته ایشان به کتاب شورشی آوازخوان مراجعه شود. سپاس از همراهیتان.